چرا تو فرار میکنی سیفدا؟ اما فرار کردن راه حل نیست، فقط تنهایی را بیشتر میسازه. به نظرم سیفدا هنوزم تو را زیاد دوست داره. چیزی است که پت میکنه و گفته نمیتونه، اما ما شنیدم بیادر میگفت علی مرا ببخش. سیفدا طرف چشمای ما ببین و برام بگو که مرا دوست نداری. چرا خدایا؟ مادر خانم لطفا آرام باشین. سلیمانم پدر من کشته بود. سلیمانم پدر من کشته بود. سلیمانم پدر من کشته بود. پدر من تهدید کرده بودن، برش گفته بودن که خانوادی از بین میبرن. مجبور شده بود. نمیفهمید که بچه دو موتر بالا میشه. اگه میفهمید پدر زیاد گریان میکرد، زیاد درد میکشید. علی بازی است که تو را به مخاطر به اونجا خواسته بود، به خاطری که از او عذاب وجدان خلاص شد. سلیمانم پدر من کشته بود. سلیمانم پدر من کشته بود. سلیمان پدر جان بچه تو را نجات داده نتونستم. مرا ببخش. بار اول که تو را دیدم گفتم که در وجود من هر کمی که باشه در او چشما هست. در جستجوی هر چیزی که هستم دقیقاً در مقابلم هست. اول دلبسته چشمای مقبولت شدم. فقط دلبسته چشمای؟ نه جانم، او تو یک چیز امکان داره. مردم میگن که چشمای نی قلب است. نی ما در چشمای تو قلبت دیدم. اینه پس به دنیای حقیقی برگشتی و این لحظه زیبا خلاص شد. تو باید بری. اگر تو بخوایی من هیچ جایی نمیرم، همیشه در کنارت میباشم. این چشمای مقبول تو آسمان ما باشه.
پدرت اینا چی وقت میگی؟ نمیفهمم. امی که یک وقت مناسب پیدا کنم براشان باز میگم. پیش از رفتن یک خداحافظی خو کنیم نه؟ خداحافظی کنیم؟ یعنی به طور واقعی با اصولش میشه. پیلوت پدر چی شده؟ چی گپ است؟ پدر 17 کوکسال مرده. چی؟ گفتین مرده؟ کوکسال مرا ایلا کده کجا رفتی ها؟ تو مرا ایلا کده کجا رفتی؟ بابم مولا صاحب قسمه که گفته بودین اینجا منتظر بودم. به هیچ کس هم چیزی نگفتم. کار خوبی کردی. خدا داد. زنده باشی. عمر ده انتظار او آدم. مادر عین چیز است. من حالت تو را میفهمم دخترم. مادر خواهش میکنم بازم شروع نکن. هیچ وقتش نیست. علی جان بچه وجدان نداشته باشه انشالله. اگه پدرم ده تمام عمرش آرام نبوده حالا با وجدان راحت چشمایش بست. اما باور کنی علی قسم با خاموشی خو نمیشنی. یک و یک دم برات زنگ میایه و تو میری. بعدش هم شفاخانه میری و به خدا دادم گفتی که هر کس چیز پرسان کرد نگویی. علی میشه که بگویی که چی میکنی؟ عزلم چیز پرسان نکن. بیبی هیچ وقتش نیست که دی باره با هم گپ بزنیم. نه خیر علی وقتش از همیاله. در ضمن موضوع زندگی بچه ماست. بعد از 2 روز پیوند استخوان میتی. در کالایت لکه خون است چی بود قسم به عجله کجا رفتی باید به ما بگویی. بسیار خوب. رفتم تا بفهمم که قاتل اصلی بچه ما کی است. عزلم این حال فهمیدی دلت جمع شد. گفتی قاتل اصلیش؟ یک نفر زنگ زد برام گفت که میفهمه قاتل اصلی سلیمان کی است. به او خاطر رفتم.
قاتل اصلیش کی است؟ کی برات میگفت؟ کی درباره قاتل اصلیش فهمیده؟ بگو نه علی، قاتل بچه ما کی بوده؟ کی است؟ بگو دیگه. پرسان نکو ازلم، درست است، پرسان نکو. ده هر کارت او دختر همراهیت است، اما ما که درباره حقیقت بچه ما پرسان میکنم باز میگی پرسان نکو. کدام دختر؟ تو درباره کی گپ میزنی؟ سیفدا. خدا داد گفت که امرای او یک جای بودی. او دختر چی را میفهمه علی؟ او دختر با بچه ما چی ربطه داره؟ یا که درباره قاتل اصلیش او برات میگفت؟ نه ازلم. آی خی کی بگو دیگه علی. هیچ ضرور نیست که تو در این باره چیز را بفهمی. به خاطر چی؟ فکر میکنی درد از دست دادن اولاد ما هیچ نکشیدیم؟ ها؟ ای که قلب ما چقدر درد میکشه ای را میفهمی؟ او بچه ای که حتی در خوام پشتش دق میشدم او را گرفته در قبر موندم. بعدش که فهمیدم حامل هستم امید به زندگی پیدا کردم. درد سلیمانه حتی یک روزم فراموش نکردم. اقدر درد کشیدم که بالاخره قلبم درد را که میکشید به اولادم سرایت کرد. به او خاطر باید برم بگویی ای که اولاد ما کی از ما گرفته ای گپم ما باید بفهمم. علی برم جواب بده، قاتل سلیمان کی است؟ نه ازلم، حالا برای چیز گفتن نمیتونم. او خدا ما خود دیوانه میشم، ما خود هیچ نمیفهمم چی کنم. ازلم لطفاً دیگه چیز پرسان نکو، درست است؟ لطفاً ما پرسان نکنم، همه ترس ها پرسان نکنم. علی بره بازم کارهای سابقه کنه، اما ازلم حق نداره چیز را بپرسه. بیبی اگه کدام چیز را میفهمی و به من نمیگی ای بار فقط مرنی، بعد از این بچه تام دیده نمیتونی. ازلم تو متوجه هستی که چی میگی؟ تو حساب کاره را که سالا بچه ما برم نشان ندادی هنوز برم ندادی و بعد از این کاره کده نمیتونی. میتونم، بچه تا بار دیگه دیده نمیتونی، چون من هیچ نیت ندارم که به خاطر کارای تو بچه دومم از دست بدم. بچه؟ مادر کلان چرا کاکالی بریم بچیم گفت؟ من خب بچه او نمیشم. نه، اما تو از دانش برآمد بچه قندم. علی جان حالا بچیم لوازم تجمع کن میریم. کجا میریم؟ به خانه خود ما. نه من نمیرم مادر. یعنی چی که نمیری علی جان؟ اونجا خانه خود ماست. با من چی گفتم که نمیرم دیگه؟ ای که به اون خانه آدمای بد میاین. تا خانه کاکا علی باشم لطفا مادر جان. دیگه ای که کاکا علی ما رو نجات میده. اما تو نیست کاکا ما رو خو نجات میده نه؟ بله. امروز با کلانترین ترس زندگی مقابل شدم. آیکار بسیار زیاد وقت بود که کلش با خود حمل میکردم. تابانی ترس بسیار زیاد سخت بود. فکر میکردم هیچ وقتی روز سرم نمیایم،
اما آمد. اول به خاطر تو آدمی را که دوست داشتم از دست دادم. بعدنم پدرم از دست دادم. ده پیشونید زنی که در زندگی دیگه هیچ چیز برای از دست دادن نداره استاده است. ای چی منامیت میفهمی؟ ایمان آرمیته که کل چیز خلاص شد. دیگه هیچ چیز نمانده که مرا به زور و تهدید پیشت نگاه کنی. یه روز یه دروغیم روی کاغذ خلاص شد. سفدا، پدرم به خاطری که مرا از تو نجات بده خودش پیدا کرد. به تو نشان میتم که مرگ پدرم هیچ وقت قدر نخواد رفت. پدرم مرا از دست تو نجات داد. پدر بیچاره. هوش کنی به من دست نزنی. بعد از یک روزم نمانده که تو به خاطرش مرا در اینجا نگاه کنی. پس که دسته آدم کثیف. میخوای کجا بری؟ ای دیگه به تو مربوط نمیشه. غلط درک کردی. در روز سخت مادر رو بیادر تا تنها نمان سفدا. دم اینجا باش. من از اینجا میرم. با تو وعده میتم دیگه چهره من نخواد دیدی. علی احمق اعلان میکنم سفدا. تو را حتما از او پس میگیرم. ای وعده است. تو تا حال مرا درست نشناختی. بازی حال نو شروع میشه. بخیر. پیلوت چی شده؟ وقتی گفتی به عجله بیا باز وار خطا شدم. پیلوت بگو چی شده؟ کدام گپ شده؟ بگو. میبینی که به تشویش میشم. مردم میگن وقت عاشق شوی مثل طفلا میشی. باور نمیکردم، اما حال وقت صدایت میشنم تپش قلبم زیاد میشه. شکر که تو هستی چشم آبی من. شکر که تو را به زندگیم دارم. شکر که مرا در زندگیت قبول کردی. جز تو خو من هیچ زندگی نداشتم. شکر که تو هم هستی. اما نمیخوایی بگویی چی شده؟ در این نصف شب قسم گپ میزنی فقط بگویی که آخرین دیدن ما باشه. مرا میترسانی. چی شده؟ به خاطر که به تو بگویم شکر که هستی حتما باید کدام چیزی شوه خانم آینده من. نه یعنی در این وقت شو گفتی عجلک و باز به تشویش شدم و دیگه ای قسم آینده گفته اصاب مرا خراب نکن. بیازو ای که به پدرم چی بگویم ایران ماندیم. ای که چی کارا میکنیم حتی باور کرده نمیتونم. بیخی یک آدم دیگه شدیم. والا تمام تعجب میکنم ای قسم هر دفعه مرا میخوایی. نه که در دواخانه نوکریوال نیستم. بان دیگه این قسم یک چیز امکان داره. به خاطر که بعد از این موضوع یک سقف زندگی میکنیم میتونم تو رو زیادتر در آغوش بگیرم. اما ما برات گفتم که هنوز نتونستیم به پدرم بگویم.
هر وقتی که هر قسمی که مناسب میبینی بازم اون وقتم روی پدرت گپ بزن. مام گل و چاکلیت گرفتم میایم و دست پدرت هم میبوسم. حالا من میرم دیگه. ای قزود با پدرمشان با نکردم که چراغای دواخانه رو خاموش نکردیم. زود که برآمدم. اگر بفهمن باز برشان چی بگویم؟ ها پس خوب است دیگه. ویرام برشان نشان بده بگو وقتی آمدم گرفتم. خدافظ. دویگو بله. چیزی نیست، فقط خواستم در وقت شب آخر نگاهی چشم آبی مقبولت ببینم. چشم آبی من. استاد علی. بچه می آدم خود صدای تا نشنید. استاد خیریت باشه. چوره قسم ده چورت روان استی؟ ده پالوی تام صدا کدم ایر صدای من نشنیدی؟ چی گه پس چی شده؟ استاد تو خوب هستی؟ نیستم پیلوت، هیچ خوب نیستم. بیبی استاد، من به اندازه تو آدم دیندار نیستم، ده حد مام نیستم، اما میگن که دیوار نم و قهرمان غم از بین میبره. به او خاطر اگه میخوایی درد تبگویی ای گوشا به امرت آماده است. مجبور بودم. به مام هیچ چیز را نگفتی. اگه من به جای تو باشم باز رفته کل چیز به علی میگم. ترسیدم. گفت که اگه برش بگویم باز علی قاتل پدرم میشه. ترسیدم. به خاطر که پدرم و علی را از دست ندم دیگه چی کده میتونستم. حق به جانب استی جانم. میبینی نه؟ حالا هر دوشون هست استادم. وای استاد، یعنی که قسم است. یک طرف سفدا، طرف دگام انتقام بچیت. تو در چه قسم یک گودال عمیق و تاریک افتیدی استاد؟ و با سفدا رو ببی، با وجودی همه چیز برای تو چیزی نگفته. خب حال چی خواد شد؟ بیبی مستقیم از وسط کتاب شروع میکنم. سفدا رو بخشیده میتونی؟ کاش که قبل از یک امرای ویگار بی غیرت عروسی کنه امرای تو گپ میزد. میفهمم. علی هیچ وقت مرا نمیبخشه. چو بودنم یک طرف، دختر قاتل بچه او دیگه طرف توکچه. ولو هر کاری هم بکنم هیچ وقت حقیقت تغییر نمیکنه. هیچ وقت نی. خوب است، اما بدیل گناه پدرت تو چرا بپردازی؟ سیف داده ای گناه تو چی است؟ نه که به خاطر دوست داشتن علی. بیبی عقل مده ای چیزا کار نمیته استاد. ای چیزا رو تو بیشتر میفهمی. اما علی را میگم که اگه به جای تو میبودم، اگه پدر دویگو قاتل پدر من میبود و دویگو با وجود فهمیدن کل چیز از من پت میکرد، باز من چی میکردم؟
اگه مثل سابق می بودم باز می گفتم که در پیشانی پدرش با مرمی زده از بین می بردمش. 2 گرم از کتاب زندگیم پاک می کردم برای همیش. اما حال وقت عشق 2 گو کاملا در اینجاست. بیبی 2 گو خوبان حتی پدرشم می بخشیدم. اگه در اینجا 6 تو با من درد در قسم میکردی باز من به احتمال زیاد همیره برات میگفتم. اما تا وقتی که این چیز بالای خود انسان نبیایه باز نمیفهمه که چی کنه. راست میگی. سر کسی که همه چیز آمده تو هستی. اما انسان صاحب قلب است. کسی که از گناه همیشه دور می باشه او هم تو هستی. یعنی که رابطه از بین بردن، روی گشتاندن کار ما و آدم هست. خداوند این چیزا رو به خاطری که تو مثل ماشوی سرت میاره استاد علی. بیبی من از یاد گرفتن درس زندگی دور ماندیم استاد. یک قدرشم دیگه نمیفهمم. اما حال چی خواد شد استاد؟ چه قسمی امتحان پشت سر خود گذاشتاندی؟ نمیفهمم. واقعا نمیفهمم. خداوند برات آسان بسازه. پروردگارا تو بخشنده و مهربان هستی. به رحمت تو پناه میبرم. مرا ببخش. کسی که از من بخشش خواست بر علاوه آدمی که جان مرا نجات داد قلب من از کینه که نسبت به او دارم پاک بساز. مرحمت نصیب کن یا عشق دختر شخصی را که بچه من کشته از قلبم بگی یا خوب من یک راهی درست نشان بدی. ما بنده ناتوانستم خداوند دست مرا بگی. ما بیچاره هستم خداوندا. تو اجازه نده که قارم مرا مغلوب بسازه. اجازه نده که مغلوب نفسم شوم. اجازه نده که شکست درد خورده از راه راست منصرف شوم. راه ما دراز است. راهی پر خم و پیچ است. حیران هستم که به کدام طرف برم.
یک طرف راه عشق، طرف دیگهش نفرت است. با ما توان بده، مر از جمله کسایی که تو به خود شکستاندن نگردان. به خاطر توقف دادن خشم قلبم به ما صبر بده، به خاطری که بتونم گذشته را تعقیب بانم. به ما یک امید بده. الله اکبر. پلیس ها اینجا چی کار دارن؟ علی و رغلو ما هستم. در قتل کوکسال علمیز مشکوک هستین، باید همراه ما بیاین. چی؟ بفرمایید. یعنی چی؟ استاد علی آقا کوکسالا کشته؟ نه مادر، استاد علی قسم یک کار نمیکنه. علی را چرا میبرن؟ علی خود کدام گناهی نکرده. سفدا قسمی که میبینیم معلوم میشه که کاری علیست. نام او علی هروغلوست. او فامیلی که باید چی کنی نه؟ فامیدا خوب است. ای هنوز پیشکی است. اگر در این کار موفق شدی از دیگر زیادترش میگیری. اگر موفق نشدی
باز هیچ کسی نمیفهمه که چی میشه. درست است. شما تشویش نکنید. شما به جنایت محکوم شدین آقا علی. شاید اینی گفت ما دیدم که یک نفر گپ میزدین. بعد از اون نفر سر کوکسال فایر کده و آدم در حالی دیده که از محل حادثه فرار میکنه. علی هیچ کدام گناهی نداره پیلوت. پدرم خودت در پیشونیش انداخت، خودش رو سپرش ساخت. درست است. تو حال یک دقیقه آرام باش. ببین حالا خود فهمیدم که چی شده. خب پیلوت بیادر چطور هستی؟ این طرفا چی میکنی؟ خیریت باشه. تو ده اینجا چی کار میکنی؟ چی گپ پس که دوزه آمدی؟ نه دیگه موضوع شخصی من نیست. آمده بودم که شایدی بتم. من میرم یک بار علی رو ببینم. من رفتم بیادر. خداحافظ. تا وقتی که سارنوال بررسی میکنه مجبور هستیم با یک مدت شما را در اینجا نگاه کنیم. آقا علی قانون خوش ما میفهمه. بیا. علی نظر بگی نظارتتان خلاص شد. شما را در نظارت خانه میبریم. نظارت خانه؟ نه سر پدرم علی فایر نکردم. من شاهد هستم. من دیدم اونجا بودم. علی سر پدرم فایر ببینین خانم سفدای نظارت شما هم خواست، اما یک شاهد عینی دیگه هم است که در رابطه با مرگ پدرتان بسیار یک ادعای قوی داره. خانم یک شاهد عینی جدید؟ آقا علی را ببرین. قسمت بعدی. نه که کوکساله تو کشتی چطور؟ آقا علی در قتل کوکسال المز مشکوک است. تحت نظارت است. در بار خبر دارین؟ من شاید به خاطر تو قاتل نمیشدم. салому алайкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10 000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯ ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва сатфҳои зарари писариязро гум карданд, барои қад давондан ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумост.